بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که در حال مشاهده این ویدیو درس گفتار هستند و خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار داده شد تا با یکی از جذابترین و شیرینترین موضوعات فلسفی و البته فیزیکی، یعنی فلسفه مکانیک کوانتومی، در خدمت شما باشم. خب همونطوری که احتمالاً میدانید و با تحولات فیزیک در دوره معاصر آشنا هستید، خب مطرح شدن مکانیک کوانتومی و در واقع توسعه تئوریک اون در قرن 20 یه رویداد بزرگی بود که مسیر فیزیک رو تغییر داد و باید گفت که نظریه کوانتومی بدون تردید یکی از موفق ترین و مهمترین نظریه های تاریخ علم هست که محدود به فیزیک هم نماند و در همه عرصه های علوم تجربی توسعه پیدا کرد و حتی از مرزهای علوم تجربی هم فراتر رفت و قلمرو علوم انسانی رو هم تحت شعاع قرار داد. پس یه جورایی ما وقتی داریم از کوانتوم مکانیک صحبت میکنیم داریم درباره یه انقلاب علمی حرف میزنیم. حالا میشه روی این مناقشه کرد، میشه این تلقی انقلابی بودن تئوری کوانتومی رو به بحث گذاشت، اما تردیدی در این نیست که مطرح شدن نظریه کوانتوم و تفاسیر متعددی که در این حوزه از فیزیک معاصر ارائه شد یک تحول پارادایمی رو ایجاد کرد که به نظر من کمتر از مقام یک انقلاب علمی نبود. یه تحول عظیم پارادایمی، بهتره بگیم که روز به روز همچنان هم در حال توسعه است و البته خب این توسعه یافتگی مکانیک کوانتومی در حوزه علوم تجربی و در حوزه تکنولوژی ملموس‌تره، اما اثرات اون در حوزه علوم انسانی و به ویژه فلسفه به نظر من در واقع در آینده خودش رو بیشتر نشون خواهد داد، کما اینکه هنوز هم یعنی در حال حاضر هم مسائل و مفاهیمی که نظریه مکانیک کوانتومی وارد عرصه فلسفه و علوم انسانی به طور کلی کرده بسیار قابل اعتنا و مهمه و روز به روز مرزهای سفت و سخت بین علم و فلسفه رو کم رنگتر خواهد کرد. اما لازم همین ابتدای کار به این مسئله توجه داشته باشید که ما درسته وقتی حرف از مکانیک کوانتومی میزنیم داریم یک نظریه‌ای رو در قلمرو علم واکاوی میکنیم و مد نظر قرار میدیم و در واقع به طور مشخص یک پارادایم و یک ابر تئوری هست که در عرصه علم فیزیک در قرن 20 شکل گرفته و تطور پیدا کرده. اما این به این معنا نیست که ما در کوانتوم تئوری هم اون جهان شمول بودن و اون یک پارچه بودن و وحدتی که در فیزیک مد نظر داریم و به طور کلی در علم به عنوان یک ویژگی ذاتی در نظر داریم در تئوری کوانتوم هم به طور کامل صادق باشه، به این معنا که خب ما در فیزیک مناقشه‌ای سر تئوری های کوانتومی نداشته باشیم و همه ساینتیست ها سر صورتبندی هایی که در واقع کوانتوم تئوری از جهان و پدیده های جهان داده اتفاق نظر داشته باشن یا بدون چون و چرا نظریه کوانتوم و تفاسیر کوانتومی از جهان رو بپذیرن. هرگز چنین نیست. دقت بکنید، ما به این مسئله باید توجه داشته باشیم که ما در عرصه تئوری کوانتومی با چالش‌ها و نقدهای جدی و این چالش‌ها و نقدها دقیقاً در عرصه علم هست که داره رقم میخوره و ساینتیست‌ها و فیزیکدان‌ها هستند که این چالش‌ها رو مطرح کردن و تلاش کردن به نوعی
زیر سوال ببرن جوانب مختلف مکانیک کوانتومی رو. گرچه نظریه کوانتومی از عهده چالش‌های اکسپریمنتال و آزمون‌های تجربی تا حد زیادی سربلند بیرون اومده، گرچه در واقع تکوین مدل‌های صوری و ریاضیاتی که در مکانیک کوانتومی با اون سر و کار داریم ابهامات و چالش‌های تبیینی و تفسیری رو تا الان پاسخ داده، اما همچنان بین فیزیکدان‌ها سر مدل‌های کوانتومی و به طور کلی کارآمدی مکانیک کوانتومی در تبیین واقعیت اتفاق نظر وجود نداره و بعد گذشت قریب یک قرن با همه موفقیت‌هایی که این نظریه به همراه داشته، هنوز هم کوانتوم تئوری در معرض انتقادات تند علمای فیزیک و ریاضی قرار داره، تا جایی که احتمالاً میدانید برای براندازی پارادایم مکانیک کوانتومی خب جایزه نوبل تعریف کردن. خب این مسئله و این نگاه انتقادی و منفی نسبت به مکانیک کوانتومی وقتی تندتر و شدیدتر میشه که دامنه اون توسعه پیدا میکنه، دامنه اون تا زیستشناسی و روانشناسی و اقتصاد و منطق و فلسفه و به طور کلی علوم انسانی رو در بر میگیره و اینجا خب ما شاهد مناقشات و زد و خوردهای نظری هستیم که در واقع گاهی مانع از فهم دقیق تحولات سازنده نظریه مکانیک کوانتومی در علوم انسانی میشه که در واقع باعث میشه برکات و اثرات مثبت مکانیک کوانتومی نادیده گرفته بشه، برکاتی که برای علوم انسانی داره و اثرات مثبتی که به ویژه در حوزه فلسفه میتونه برای ما در نگریستن دگرگونه به واقعیت ایجاد بکنه و ظرفیت‌های تبیینی عظیم و دگرگونه‌ای که خب در واقع همچنان محل بحث و چالشه، مثل پیامدهایی که خب مکانیک کوانتومی در بنیادین ترین عرصه فلسفه یعنی اپیستمولوژی یا معرفت شناسی داشته که اساساً پذیرش این پیامدها منجر به تغییر فهم ما از واقعیت خواهد شد و منجر به تغییر رویکردهای معرفت شناختی میشه و اگر نگیم که منجر به انقلاب معرفتی و منطقی خواهد شد، حداقل و دست کم باید این رو بپذیریم که ما با برتافتن پیامدهای مکانیک کوانتومی، پیامدهای فلسفی مکانیک کوانتومی، خب باید پذیرای تغییرات و تحولات جدی در عرصه فلسفه باشیم. همینطور افقهای فلسفی که مکانیک کوانتومی پیش روی ما قرار میده تا تحولات پرشتاب و دمافزون دوره معاصر رو و در واقع تحولات تکنولوژیک دوره معاصر رو بفهمیم و البته دیگر خدماتی که خدمات متنوعی که دامنه تفکر متافیزیک رو و فهم آنتولوژیک رو هم در حوزه فلسفه به چالش خواهد کشید. این البته به این معنا نیست که ما بخوایم فلسفه رو طرد بکنیم و سنت متافیزیکی رو کنار بذاریم و فیزیک رو یا پارادایم مکانیک کوانتومی رو بخوایم جایگزین اون بکنیم. اما بهره‌گیری از این دو عرصه معرفتی بنیادین میتونه برای ما گشایش‌های جدی در فهم جهان به همراه داشته باشه و اساساً عزیمتگاه شکلگیری معرفت‌های چند وجهی یا دانش‌های میان رشته‌ای هست، مثل در واقع فلسفه علم، فلسفه فیزیک یا همین در واقع فلسفه مکانیک کوانتومی که ما اینجا در واقع همپوشانی و تداخل مفاهیم و تفسیرهای مکانیک کوانتومی رو داریم با تبیین‌ها و تفسیرهایی که در فلسفه وجود داره از واقعیت. باید تأکید کنم که ابداً در فلسفه مکانیک کوانتومی ما به دنبال تحقق فیزیکالیسم نیستیم.
به دنبال جایگزینی فیزیک با فلسفه نیستیم. تکرار میکنم، ما به دنبال تقلیل پرسش های بنیادین معرفت بشری به تبیین های فیزیکی نیستیم. نمیخواییم فلسفه رو فروکاس بدیم به فیزیک. این ربط و ارتباط و این بدبستانی که میان فلسفه و وجه کوانتومی فیزیک در دوره معاصر شکل گرفته، این به این معنا نیست که یکی رو بخوایم به نفع دیگری وزنش رو کم بکنیم یا یکی رو به دیگری تقلیل بدیم. ما بیشتر اینجا دنبال این هستیم، در فلسفه مکانیک کوانتومی دنبال این هستیم که ببینیم مکانیک کوانتومی چه تصویری از جهان و عالم واقع ارائه میکنه و چطور این کار رو میکنه. و این اساساً بدون استفاده از امکانات فلسفی امکان پذیر نیست. رسیدن به این هدف لازمش بینش‌های فلسفیه و ما میخواییم ببینیم که با بینش‌های فلسفی چطور میتوانیم این تصویری که مکانیک کوانتومی از واقعیت ارائه داده رو درک بکنیم یا اون رو نقد بکنیم، بفهمیم این رو به درستی درک بکنیم که کوانتوم تئوری با چه مفاهیم و مدل‌هایی و با چه صورتبندی‌های تئوریکی اومده واقعیت رو برای ما تصویر سازی کرده، اومده جهان رو برای ما از زاویه دیگری نمایش داده. و در گام بعدی ببینیم که این مدل ها، این مفاهیم و این تفسیرها اساساً چه نسبتی با مسائل فلسفی داره و چقدر از منظر فلسفه قابل دفاع و توجیه یا نقد و نفی کردن هست. با این پیش‌فرض که خب ما ظهور مکانیک کوانتومی رو مقتنم میدونیم، ظهور مکانیک کوانتومی رو به عنوان رویداد بزرگ معرفتی میدانیم در دوره معاصر که هم تصویر و تصور ما رو از واقعیت دستخوش تغییر قرار داده و هم نحوه پرسش از واقعیت رو. این خیلی مهمه و این خیلی مهمه، دگرگون پرسیدن از جهان، طرح پرسش های متفاوت از واقعیت و ارائه صورتبندی های دگرگونه از واقعیت با خلق مفاهیم جدید. و این یه جورایی کار فلسفیه که در مکانیک کوانتومی اتفاق افتاده، در نظریه های کوانتومی و در تفاسیر کوانتومی از جهان این اتفاق افتاده. ما با مفاهیم بنیادین و عمیقی مواجه هستیم که اینا همه تنه میزنه به فلسفه و ما رو میبره به این سمت که پرسش های بنیادین فلسفی رو یه بار دیگه مورد تأمل و تعمق قرار بدیم و به خودمون این جرأت رو بدیم که با بهره‌گیری از امکانات نظری و بهره‌گیری از بینش‌هایی که مکانیک کوانتومی در اختیار ما قرار میده و گشایش‌هایی که این نظریه بسیار پیچیده و علمی پیش روی ما قرار میده، بیاییم هستی رو، آگاهی رو از زاویه دیگری ببینیم و بدون تعصب و تلقی‌های دوگماتیک جا رو برای تفاسیر فیزیک کوانتومی از واقعیت و وجود هم باز کنیم و ببینیم به ما چی میخواد بگه، به ما چی میخواد بده. بله درسته که ما وقتی از مکانیک کوانتومی داریم صحبت میکنیم داریم راجع به یک نظریه بسیار پیچیده و تخصصی در عرصه علم فیزیک حرف میزنیم که صورتبندی های خیلی خیلی ظریف و خیلی عمیق ریاضیاتی داره و اساساً در کوانتوم مرز میان ریاضی فیزیک از بین رفته. یعنی یک حرف در واقع جدید میان رشته‌ای هست که بدون فهم ریاضیات و بدون فهم فیزیک ما شاید خیلی به فهم علمی و دقیق کوانتوم راه نداشته باشیم. کما که بزرگان علم فیزیک کوانتوم اعتراف کردن که همچنان در فیزیک کوانتوم با ابهامات جدی مواجهن و همچنان انگار اون تفاسیر مکانیک کوانتومی و صورتبندی های پیچیده ریاضیاتی اون
به چنگ ذهن نمیاد. ما هم با دقت مواجهیم و هم با پیچیدگی از یک سو و هم با ابهام و تناقض و چالش از سوی دیگه. بله، اینها در فیزیک کوانتوم به صورت جدی مطرحه و درسته که خب دامنه تکنولوژی هم با پیشرفت‌های کوانتوم تئوری توسعه پیدا کرده و ما شاهد ظهور محصولات پیشرفته تکنولوژیک هستیم و درسته که البته همونطوری که عرض کردم تئوری کوانتومی بالاخره تونسته چالش‌های جدی که در فیزیک کلاسیک وجود داشته رو این رو صورتبندی جدیدی ازش ارائه بده و بر این چالش‌ها و شکاف‌ها فائق بیاد. اما با همه اینها ما نمیخوایم وارد این وجه کوانتوم تئوری بشیم و ما نمیخوایم اینجا بحث‌های ریز و پیچیده ریاضیاتی و فیزیکی رو واکاوی کنیم. البته به قدر کفایت خب به اون ماهیت ریاضیاتی و فیزیکی کوانتوم تئوری هم ورود خواهیم کرد تا جایی که البته کمک بکنه به ما در چارچوب فلسفه مکانیک کوانتومی. اما ما اینا رو الان نمیخوایم اینجا به پرسش بکشیم. اینا رو ما نمیخوایم در طول درس گفتارهایی که داریم تکرار بکنیم و در واقع بیاییم اینجا کوانتوم تئوری درس بدیم. پرسش اساسی ما در این رویکرد فلسفی که قراره نسبت به مکانیک کوانتومی داشته باشیم به عنوان یک حوزه معرفتی مشخص و معین و تعریف شده اینه که این نظریه دقیقاً درباره جهان چی میخواد بگه. همونطوری که عرض کردم خدمت شما، چه تصویری از جهان میخواد به ما ارائه بده و در این مسیر چقدر موفق عمل کرده. خب اینجا دیگه ما با این موضوع صرف فیزیکی و علمی مواجه نیستیم یا با این موضوع ریاضیاتی مواجه نیستیم. اینجا در واقع ما پا به قلمرو فلسفه گذاشتیم، پا به قلمرو فهم جهان، فهم در واقع آنتولوژی که از پدیده ها گذاشتیم. اینجا مسائل معرفت شناسی و اپیستمولوژی مطرح خواهد شد. اینجا بحث های سمانتیک و معناشناسانه مطرح خواهد شد و وقتی میخواییم ببینیم که چقدر کوانتوم تئوری موفق بوده در مدل سازی واقعیت، خب حتی پا در عرصه موضوعات روش شناسی و فلسفه روش و فلسفه علم هم خواهیم گذاشت. بنابراین این روشنه که دیگه یه موضوع صرف فیزیکی نیست یا یک در واقع واکاوی ریاضیاتی نیست. ما وقتی میخواییم درباره موفقیت کوانتوم تئوری در تبیین جهان حرف بزنیم، اینجا پا در قلمرو فلسفه گذاشتیم، پا در قلمرو علوم میان رشته‌ای گذاشتیم که هم بهره ای از علم فیزیک بردن و هم بهره ای از فلسفه. بنابراین اهمیت نظریه مکانیک کوانتومی برای ما محدود به علم فیزیک نخواهد بود و مباحث ما در حوزه فلسفه مکانیک کوانتومی در واقع در نقطه تلاقی چند رشته و چند حوزه معرفتی خواهد بود، از جمله فلسفه علم، از جمله متافیزیک، از جمله اپیستمولوژی که خب در واقع وجوه بنیادین فلسفه هست، از جمله منطق و نظریه های اطلاعات، تئوری سیستم ها و حتی کاگنیتیو ساینس و علوم شناختی. از همه اینها باید بهره بگیریم، از بینش ها و گشایش هایی که این معارف در اختیار ما قرار میدن استفاده بکنیم برای اینکه به درک درستی از فلسفه مکانیک کوانتومی و مسائل بنیادین این عرصه برسیم. خب به نظر من این روی کردی که ما داریم و این در واقع توجهی که به فلسفه مکانیک کوانتومی داریم هم برای طلبه های فیزیک آورده های خواهد داشت، چون اساساً امروز بسیاری از مباحث پیشرفته فیزیک نظری از گرانش کوانتومی بگیرید تا رایانش کوانتومی و نظریه میدان و یا مثلا تو حوزه‌های متأخر پژوهشی در نظریه اطلاعات کوانتومی و حتی کیهان شناسی کوانتومی
اینا رو برای کسی که فیزیک میخونه اگر به در واقع جنبه های فلسفی اونها ورود نکنه و اگر فلسفه مکانیک کوانتومی رو خوب درک نکنه، به نظر من این عرصه ها هم به درستی قابل فهم نخواهد بود و شما نمیتوانید از لبه های علم فیزیک و فیزیک کوانتومی صحبت کنید مگر اینکه یه رویکرد فلسفی داشته باشید و بتونید با ابزار و امکانات فلسفی به پرسش‌های بنیادین این عرصه‌ها پاسخ بدید و با در واقع رهیافتایی که فلسفه در اختیار شما قرار میده به یک تصویر درستی از تفسیر فرمالیزم ریاضیاتی و مدل سازی های انتزاعی و ناملموسی که به ویژه در عرصه کوانتوم موضوعیت داره برسید و این به نظر من اینجا دیگه شما تک بچی و تک بعدی و تک رشته ای نمیتونید جلو برید. علاوه بر این ما باید بدونیم که آشنایی با فلسفه مکانیک کوانتومی برای دانشجویان دیگر رشته ها هم برکات و آورده های زیادی خواهد داشت و من معتقدم که باعث تغییر نگاه اونها از پدیده های عالم واقع خواهد شد و باعث تغییر کیفیت پرسش اونها و جهتگیری های پژوهشی در واقع دیگر حوزه ها و رشته ها هم خواهد شد و اگر مکانیک کوانتومی و اگر فلسفه مکانیک کوانتومی به درستی فهم بشه حقیقتاً منجر به بازسازی نگاه ما نسبت به مسائل و مفاهیمی خواهد شد که اینا رو شاید تا قبل از آشنایی با فلسفه مکانیک کوانتومی بدیهی می‌دانستیم یا به سادگی از کنارش عبور می‌کردیم، مثل زمان، مثل مفهوم پیچیده زمان که انرژی بسیار زیادی از متفکران در طول تاریخ اندیشه گرفته که هم در فیزیک مسئله پرچالشی هست و هم در فلسفه می‌دانید، یا مثل مکان که وقتی میگیم یک شیئی مکانی داره یعنی چی؟ اصلا مکان یعنی چی؟ خب این یک پرسش هیبریدیه به نظر من که هم از تفسیرهای فیزیکی باید در فهمش استفاده کرد و هم از تفسیرهای فلسفی. یا مثل موجود، وقتی میگیم یه چیزی موجوده، یه چیزی وجود داره، داریم در رابطه با چی صحبت میکنیم؟ بله، فلسفه و به طور مشخص متافیزیک موضوعش این هست که راجع به موجود تحقیق بکنه، راجع به موجود به ما گشایش هایی در فهم موجود ارائه بده، درباره موجود و قواعدی که حاکمه بر موجود. خب اینا بحث‌های متافیزیکیه. اما آیا در فلسفه مکانیک کوانتومی ما زاویه دیگری از نگاه به وجود خواهیم داشت یا نه؟ و چه تحولاتی در متافیزیک صورت خواهد گرفت با پذیرش مکانیک کوانتومی؟ آیا مسئله مثل علیت دچار تحول خواهد شد؟ فهم ما از علیت به عنوان یک قاعده بنیادین در عرصه متافیزیک، آیا این فهم ما تغییر خواهد کرد؟ آیا علیت رو میشه با مکانیک کوانتومی و در واقع صورتبندی های دگرگونه مکانیک کوانتومی همچنان برتافت؟ آیا اساساً زمان با مدل هایی که مکانیک کوانتومی به ویژه در 20 سال گذشته ارائه کرده، آیا زمان اساساً وجود داره؟ وقتی داریم راجع به زمان صحبت میکنیم راجع به چی صحبت میکنیم؟ و حتی بیاییم عقب‌تر، بنیادین‌تر نگاه بکنیم به مسئله، آیا فلسفه مکانیک کوانتومی منجر به بازسازی نگاهمون نسبت به قواعد بدیهی منطقی خواهد شد؟ آیا مقولات ثانیه فلسفی تغییر خواهد کرد؟ آیا مکانیک کوانتومی به ما امکانی خواهد داد برای عبور از اصل امتناع تناقض؟
آیا تناقض رو ما باید بپذیریم ضمن پذیرش مکانیک کوانتومی در جهان؟ و در سنت متافیزیکی غرب ما شاهد چه مواجهه‌ای با این صورتبندی ها خواهیم شد؟ خب فلسفه مکانیک کوانتومی به ما این امکان رو میده که از خلال واکاوی این مسائل اصلی در عرصه فیزیک کوانتومی وارد میدان فراخ گفتگوی میان فیزیک و فلسفه بشیم. خب این یه فرصت بزرگ و به شدت جذابیه برای ما. البته برای این منظور مسیر طولانی در پیش رو خواهیم داشت، با این فرض که مخاطبان این دوره خب خیلی شناخت عمیق و سواد تخصصی در حوزه فلسفه و فیزیک کوانتومی ندارن و خب من با این پیش‌فرض ناچارم که از مباحث پایه و بحث‌های تئوریک زمینه‌ای بحثم رو آغاز بکنم. البته این فرض باعث نمیشه که سطح بحث‌های ما تنزل پیدا بکنه، چون اساساً ما وقتی میگیم فلسفه مکانیک کوانتومی با یه موضوع پیچیده چند وجهی و به شدت تخصصی سر و کار داریم که خب برای فهم مباحث این حوزه لازمه که یه مقداری شما تاریخ علم بدانید، یه مقداری فلسفه علم بدانید و حداقل با مسائل اساسی فیزیک و فلسفه آشنایی داشته باشید. گرچه من تا جای ممکن سعی میکنم این امکانات تئوریک اولیه رو به ویژه در فصل اول جلساتی که خواهیم داشت اینا رو خدمت شما عرض بکنم و بدونید که سیر بحثای من از یه سری موضوعات کلی و اجمالی خواهد بود که رفته از اجمال به تفصیل و تخصصی تر شدن پیش خواهیم رفت. البته روشنه که من وارد مسائل اصلی مکانیک کوانتومی نخواهم شد، وارد جزئیات پیچیده ریاضیاتی و فیزیکی نخواهم شد به توضیحی که عرض کردم، چون اساساً در حوزه فلسفه مکانیک کوانتومی ما نمیخواهیم وارد جزئیات دقیق ریاضیاتی این حوزه بشیم، ولی خب به هر حال یه جاهایی هم لازمه که ما بعضی از مدل ها و تفاسیر ریاضیاتی رو واکاوی بکنیم. همینطور من فرصت پرداختن به مباحث حاشیه‌ای رو یا بحث‌های خارج از قلمرو پژوهشی فلسفه مکانیک کوانتومی رو ندارم، چون به قدر کافی مسائل و موضوعاتی که ما به بحث خواهیم گذاشت زیاد هست که اصلا نمیتونیم وارد حواشی مکانیک کوانتومی بشیم و این رو باید با جدیت مد نظر قرار بدیم که فلسفه مکانیک کوانتومی یه حوزه دانشی و یک حوزه معرفتی با یک چارچوب مشخص و پرداخت شده است که هیچ ربطی به در واقع بحثایی که گاهم به نام مکانیک کوانتومی مطرح میشه، به نام فلسفه مکانیک کوانتومی مطرح میشه، مثلا نمیدونم این بحثای عرفانی کوانتومی یا نمیدونم پاراسایکولوژی، حالا اونم نه به معنای علمیش، به معنای در واقع شبه علمش. لذا این بحثایی که ما اینجا میخوایم مطرح بکنیم هیچ ربطی به سودو ساینس و بحثای شبه علم و موارد این چنینی نداره و شما هم لازمه که به این مسئله توجه داشته باشید که اینجا ما قرار نیست که بحثای ترانس فیزیکال و بحثای در واقع شبه علم و اینها رو به نام فلسفه مکانیک کوانتومی به خورد مخاطب بدیم. و در واقع فلسفه مکانیک کوانتومی یه شاخه از فلسفه فیزیکه که در واقع حدود و ثغور مشخص خودش رو داره، همونطور که عرض کردم، و روی مهمترین دستاوردهای فیزیک کوانتومی بنا شده، روی محصولات و دستاوردهایی که علاوه بر این که جنبه فیزیکی و علمی و تکنولوژیک دارن، جنبه فلسفی و منطقی هم دارن و در واقع کار ما تمرکز روی این جنبه است، تمرکز روی مفاهیم بنیادین نظریه مکانیک کوانتومی که در واقع ادعای تبیین واقعیت جهان رو داره. میخواییم معنای این مفاهیم رو در وهله اول بفهمیم و در مراحل بعد نسبت این مفاهیم مکانیک کوانتومی رو با مفاهیم اساسی اندیشه بشری مثل علیت و زمان و مکان و مطالبی که عرض کردم، مفاهیمی که عرض کردم خدمت شما، یا حتی احتمالات یا مسئله اندازه‌گیری، مشاهده و
حدود و ثغور و امکان شناخت ما نسبت به عالم واقع، نسبت در واقع مکانیک کوانتومی رو با این مسائل بنیادی روشن کنیم. حالا که به نظر من روشن شد هدف ما و دامنه مباحث ما در فلسفه مکانیک کوانتومی، لازمه که من درباره 6 محور اساسی که در طول این دوره و درس گفتار مباحث من پیرامون اون صورت بندی شده، راجع به اینها یه مقداری خدمت شما توضیح عرض بکنم. در واقع 6 حوزه پرسشی، 6 حوزه چالشی که خب من در واقع بحثام رو سعی کردم ناظر به این محورها خدمت شما عرض بکنم، از بین دامنه وسیعی از مباحث و مسائلی که در حوزه فلسفه مکانیک کوانتومی ممکنه وجود داشته باشه. اما این 6 پرسش یا 6 محور اصلی کدامند؟ خب اولیش همین پرسش کهنه در واقع آرخئولوژیک هست، اینکه جهان از چه چیزی ساخته شده. آرخ چیه؟ یه مسئله اساسی که خب پیدایش فلسفه در واقع با این پرسش گره خورده، از تالس حتی تا به امروز. تلقی آرخئولوژیکی که سنت متافیزیکی غرب رو ساخت و همزمان توسعه داد و به عنوان یکی از وجوه اساسی اون در حال حاضر هم بخش قابل توجهی از مسائل اساسی سنت متافیزیکی غرب رو میسازه. خب ما تو این حوزه در واقع پاسخهای فلسفی و پاسخهایی که فیزیک کلاسیک و فیزیک جدید و فیزیک کوانتوم به این پرسش بنیادی دادن رو به اجمال مرور خواهیم کرد و این سوال در واقع بچه آنتولوژیک مباحث ما رو در فلسفه و فیزیک شکل خواهد داد که خب دامنه وسیعی از مباحث رو همطور که عرض کردم، هم از تلقی‌های متافیزیکی و صورتبندی‌های عقلانی چیستی جهان تا تبیین‌های در واقع کوانتومی و در واقع امکاناتی که زبان کوانتومی برای تبیین واقعیت در اختیار ما میذاره و تفاسیری که البته از چیستی جهان در مکانیک کوانتومی وجود داره، همه اینها حول محور این در واقع سوال کهنه و سوال بنیادین خدمت شما عرضه خواهد شد. اما دومین پرسش محوری که به اون خواهیم پرداخت اینه که اساساً ما چطور جهان رو میشناسیم، چطور و با چه رویکردهایی نسبت به عالم واقع علم پیدا میکنیم، که در واقع خب بچه اپیستمولوژی که مباحث ما رو تشکیل خواهد داد. و من اینجا داخل پرانتز عرض بکنم که بخشی از حوزه اپیستمولوژی که در قلمرو مباحث فلسفه علم و تحولات معرفت شناسی متأثر از توسعه نظریه‌های علمی هست مد نظر ماست. دقت بکنید، ما قرار نیستش که کل اپیستمولوژی رو و کل سنت معرفت شناسی فلسفی رو در طول این دوره بیایم واکاوی بکنیم که اساساً چیز دیگری است و فرصت خودش رو میخواد و در واقع خارج از چارچوب بحث‌های ما در فلسفه مکانیک کوانتومی. اما اون وجهی از اپیستمولوژی و معرفت شناسی که به ما در فهم حدود و ثغور شناخت ما از جهان کمک میکنه و این البته رویکردهایی هست، شامل رویکردهایی میشه که در فلسفه علم و توسعه نظریه‌های علمی در قرن 20 شکل گرفته. یه جاهایی هم البته خب لازمه که ما از بحث‌های بنیادین معرفت شناسی در فلسفه هم وام بگیریم، در سنت سترگ فلسفه غرب، که خب این کار رو سر جای خودش خواهیم کرد. سومین پرسش بنیادین ما این هست که به طور مشخص مکانیک کوانتومی چه تصویری از واقعیت ارائه میده، چه تفسیرهایی در مکانیک کوانتومی ارائه شده و آیا ما میتونیم از میان این تفسیرهای مختلفی که از واقعیت و از جهان وجود داره یکی رو به عنوان مثلا توصیف درست و تفسیر درست از جهان انتخاب کنیم یا نه، و اساساً نسبت این تفسیرها با هم چیه، کدام وزن بیشتری داره و در واقع چه نسبتی با واقعیت داره. این تفسیرهایی که از مکانیک کوانتومی ارائه میشه، وقتی از این پارادایم خارج بشیم
نگاه بکنیم به این تفاسیر، اینها چه نسبتی با واقعیت داره. این هم از جمله محورهایی هست که در طول مباحث ما باید بهش توجه داشته باشید. چهارمین سوال محوری که ما در طول مجموعه جلسات پیش رو به اون توجه خواهیم داشت اینه که مکانیک کوانتومی با چه چالش ها و موانعی مواجهه، با چه چالش ها و در واقع موانع علمی فلسفی مواجهه که در واقع چقدر تونسته به اونها فائق بیاد و چقدر این چالش ها به قوت خودش باقی همچنان. محور دیگر از مباحث ما این خواهد بود که مکانیک کوانتومی چه پیامدی برای مفاهیم بنیادین فلسفی به همراه داشته، چه پیامدهایی برای منطق به همراه داشته. دو عرصه عظیم معرفت بشری، فلسفه و منطق، چطور تحت شعاع دستاوردهای مکانیک کوانتومی قرار گرفته و اساساً چه افقی کوانتوم تئوری برای معرفت بشری گشوده یا خواهد گشود. سوال و محور بنیادین دیگر که در واقع آخرین محور مباحث بنده هست اینه که فلسفه مکانیک کوانتومی در واقع امروز چه جهتگیری هایی داره، به کدام سمت و سو متمایل شده و در این مسیر چه موانع و چالش هایی رو پیش رو داره. خب که در واقع یه سری بحث‌های آینده پژوهی ما در حوزه مکانیک کوانتومی رو در بر خواهد گرفت و در واقع پژوهش‌های متأخر و در اون جنبه‌های رادیکالی که امروز مکانیک کوانتومی در واقع اون رو ارائه کرده، اینها رو خب ما در بخش‌های پایانی جلساتمون خدمت شما عرض خواهیم کرد. این 6 سوال در واقع محور سرفصل‌هایی خواهد بود که همطور که عرض کردم در طول دوره به صورت مستمر به اون خواهیم پرداخت و باید دقت بکنید که اینا مسائل درس گفتارهای ما نیست، اینا مسائل اساسی فلسفه مکانیک کوانتوم نیست که ما بخوایم محدود بکنیم بحثامون رو در واقع به صورت همین سوال‌ها یا مسائل و به پاسخ‌های اجمالی و سرسری که خب به راحتی شما وقتی با این سوال‌ها مواجه میشید فکر می‌کنید به اینها میتونید پاسخ بدید. نه، اساساً ما مجموعه ای از مسائل رو، موضوعات رو طرح خواهیم کرد که ما رو نزدیک میکنه به پاسخ به این سوال‌ها، ما رو نزدیک میکنه به فهم این محورهای موضوعی که خدمت شما عرض کردم و اینها در واقع برسازنده شاکله مباحث ماست که البته ترتیب توالی ضروری هم نداره و خب در طول دوره ما جاری خواهد بود نزدیک شدن به فهم و در واقع پاسخ به این سوال‌های بنیادین. اما از گستره مباحث فلسفه فیزیک و به طور مشخص فلسفه مکانیک کوانتومی چه سرفصل‌هایی رو ما پیش رو خواهیم داشت، راجع به چه موضوعاتی صحبت خواهیم کرد. خب همطور که عرض کردم این باید مد نظر شما باشه که ما به همه مباحث و مسائلی که در حوزه فلسفه فیزیک و فلسفه مکانیک کوانتومی مطرح هست خب نخواهیم پرداخت چون زمانش رو نداریم و البته بنده حقیر هم ظرفیت فهم و این ادعا رو ندارم که فهمیدم همه مسائل و چالش‌های فلسفه مکانیک کوانتومی رو. لذا دامنه بحث ما مشخصه و در قالب 6 فصل من یه سری مسائل و موضوعاتی رو برای شما صورت بندی کردم که اینها رو باید از نظر بگذرونیم که بدونید که قرار بحثمون از کجا آغاز بشه، چه مسائلی رو میخوایم به بحث بذاریم و ماهیت فلسفه مکانیک کوانتومی چی هست، قرار چی به ما بگه. خب در فصل اول همونطور که در پلت مشاهده میکنید ما یه سری بحث‌های زمینه‌ای خواهیم داشت، یه سری بحث‌های کلی و تئوریک خواهیم داشت که خب بخشی از فلسفه، بخشی از در واقع علم و تاریخ علم و در واقع مباحثی رو هم از تاریخ فیزیک و به طور مشخص تاریخچه مکانیک کوانتومی رو در بر خواهد گرفت.
سوال از این که خب فلسفه چیست؟ شما باید اول آشنا بشید و در واقع به یه درکی برسید از فلسفه، که این رو البته امیدوارم که پیش از ورود به این دوره این مسئله رو طی کرده باشید. اما باید بدونید که ما وقتی میگیم فلسفه یا فلسفه مکانیک کوانتومی، دقیقاً تلقی و تعریف ما نسبت به خود فلسفه چی هست در وهله اول. و از اونجایی که فلسفه مکانیک کوانتومی یک مسئله هست مربوط به فلسفه فیزیک و فلسفه فیزیک هم در واقع بخشی از فلسفه علم هست، ما باید بدانیم که فلسفه علم چیه و چه رهیافت‌هایی داشته، به ویژه در دوره معاصر. اساساً فلسفه فیزیک به عنوان زیر مجموعه فلسفه علم چیست؟ نظریه علمی چیه؟ وقتی حرف از مدل، قانون و تبیین در فیزیک میزنیم داریم از چی صحبت میکنیم؟ ریاضیات چه نسبتی با جهان داره و چطور عالم واقعیت رو صورت بندی میکنه؟ با کدام روی کرد و با کدام زاویه، با کدام زبان؟ اینا یه بحثاییه که البته در واقع در قلمرو فلسفه ریاضیات خواهد بود به قدر کفایت و به قدری که شما به اون امکانات اولیه نظری که لازمه برای طی دوره برسید. من بحثم رو محدود خواهم کرد. راجع به منطق کلاسیک سری توضیحاتی خواهیم داد در فصل اول. همینطور در واقع تاریخ فیزیک رو از اثر ارزشمند فوسیکای ارسطو تا گالیله و در واقع تولد فیزیک مدرن با انقلابی که خب گالیله و نیوتن صورت دادند، اینها رو واکاوی خواهیم کرد. مسئله جبرگرایی رو و تلقی ماشینیستی از جهان رو، اینها موضوعاتی خواهد بود که باید بحث‌های کلی و مقدماتی اون رو بدانیم. به عنوان کسی که در قرن 21 داریم به اصطلاح زندگی میکنیم و در جهانی که به شدت ماشینیزه است و در واقع حتی این در واقع ماشینوار شدن به عرصه فهم انسانی هم ورود داشته. خب این هم یه بحث‌های کلی هست که ما باید در نظر داشته باشیم که به ویژه در فلسفه جدید از دکارت و کانت و اصلا تلقی که کانت داره در اپیستمولوژیک ترم و انقلاب معرفت شناختی، اینها هم به عنوان تحولات اساسی که فلسفه رو دگرگونه کرده ما باید بشناسیم. سنت تجربه گرایی رو و ظهور پوزیتیویسم رو و در واقع گرایش پوزیتیویسم منطقی رو در قرن 20 هم به اصطلاح مورد بحث قرار خواهیم داد، چون بحثایی که در واقع در این حوزه مطرح شده اینها به نوعی مرتبط با مباحث فلسفه مکانیک کوانتومی. تا جایی که دیگه وارد بحث تاریخ فیزیک و تحولات فیزیک در دوره معاصر میشیم که اساساً چرا فیزیک کلاسیک با بحران مواجه شد و اون پدیده تابش جسم سیاه چه بود، اثر فوتوالکتریک چطور منجر به این شد که دانشمندان به ضرورت پارادایم شیفت در فیزیک کلاسیک برسن. نسبیت عام خاص انیشتین رو به اجمال طرح خواهیم کرد و یک مروری در پایان فصل خواهیم داشت بر روند در واقع تولد و تکوین کوانتوم تئوری. خب این مباحثی که در فصل اول به عنوان بحث‌های مقدماتی اینها رو مطرح خواهیم کرد. در فصل دوم ما وارد زبان و مفاهیم اساسی مکانیک کوانتومی میشیم. اینکه اساساً چرا مکانیک کوانتومی مسئله فلسفی ایجاد کرده، چرا وارد قلمرو فلسفه شده و چرا پا تو کفش فلسفه کرده، چرا ما میگیم ماهیت کوانتوم تئوری در عمیق‌ترین لایه‌های صورتبندی اون دیگه فلسفه است. دقت بکنید چه نسبتی اساساً بین مدل‌های فیزیک کوانتومی و در واقع مدل‌ها و رهیافت‌های فلسفه و متافیزیک وجود داره. بحثمون به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد به در واقع هندسه حالت‌ها، به بردار حالت و تابع موج که خب البته بیشتر جنبه نظری این مباحث برای ما مهمه. به مسئله اندازه‌گیری خواهیم رسید که یکی از بنیادی ترین و پرچالش ترین مسائلی هستش که در فلسفه مکانیک کوانتومی با اون مواجهیم و به همین شکل در واقع اصل عدم قطعیت، اصل مکملیت بور رو و مسئله در هم تنیدگی که واقعا
مسئله بسیار مهمیه و همطوری که در واقع در تصویر میبینید به عنوان قلب معمای کوانتوم مطرح شده. اینا رو البته نگران نباشید، این عنوان‌ها و این تعابیری که دارید از بنده میشنوید و در این تصویر دارید میبینید، اینها واکاوی میشه، اینها ساده سازی میشه تا جایی که شما در واقع بتونید بگه شناخت اجمالی نسبت به اونها برسید که اصلا بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم دیگه. قرار باشه شما متوقف بشید یا بحثای ما به یک بار اوج بگیره و پیچیده بشه که این در واقع آورده‌ای برای ما نخواهد داشت. لذا به این مسئله توجه کنید. الان نباید نگران این عبارت ها باشید، با اینها آشنا میشیم تا دیگه در واقع پایان این فصل که اساساً میخوایم به تابع موج بپردازیم که اینجا ما میبینیم که خب یک تبعاتی رو برای بحث‌های آنتولوژی به همراه خواهد داشت. در فصل سوم خب مسائل بنیادین فلسفه مکانیک کوانتومی بیشتر واکاوی میشه. با این تمرکز که ما میخوایم ببینیم مکانیک کوانتومی چه مسائلی رو در واقع مطرح کرده، چه مسائلی رو به همراه داشته. این مسائل اساسی و بنیادین مکانیک کوانتومی چیزاییه که ما باید سر جای خودش به خوبی بفهمیم. خب مسئله اندازه‌گیری رو اینجا خواهیم داشت و در واقع انواع تلقی هایی که از اندازه‌گیری وجود داره، مثلا تلقی فون نویمان و زنجیره اندازه‌گیری، اساسا نقش مشاهده‌گر چیه، اون آزمایش معروف گربه شرودینگر که خب چالش‌های جدی ایجاد کرده و گشایش‌های جدی هم به همراه داشته، تا در واقع دیگر آزمایش‌هایی که خب در مکانیک کوانتومی برای ما مهم فهمش و در واقع دامنه مباحثی که ایجاد کرده و در واقع صورتبندی هایی که از مسائل بنیادین فلسفی همراه با این مسائل بنیادین مکانیک کوانتومی مطرح، مثل علیت در جهان کوانتومی به چه شکل خواهد بود اگر ما تفسیر کوانتومی از جهان رو بخوایم بپذیریم، علیت اینجا چه جایگاهی خواهد داشت، سنخیت اساساً در نسبت با بین دو تا پدیده‌ای که ما میگیم یکی علت یکی معلول، این چه جایگاهی خواهد داشت، یا اصل امتناع تناقض و اینها و دیگر مسائلی که حالا در واقع اساساً وارد بحث‌های آنتولوژی و بحث‌های رئالیسم و آنتی رئالیسم خواهیم شد، با محور قرار دادن فهم مسائل بنیادین مکانیک کوانتومی. نه اینکه حالا خیلی بخوایم در واقع از کوانتوم تئوری خارج بشیم، بخوایم وارد زمین فلسفه بشیم و از زمین فلسفه بخوایم به این مسائل نگاه بکنیم. نه، همونطوری که در واقع در فلسفه مکانیک کوانتومی مسائل بنیادین صورت بندی شده، اینجا هم من مطالبی رو در فصل سوم خدمت شما عرض خواهم کرد. اما در فصل چهارم ما وارد تفاسیر مکانیک کوانتومی میشیم. بحث ما اساساً از این که تفسیر چیست آغاز خواهد شد. معیارهای ارزیابی تفسیر در واقع چه معیارهایی هست، با تفسیر کوپنهاگی آشنا خواهیم شد. اینکه بور و هایزنبرگ چه تغییری در نگاهمون نسبت به فهم عالم واقع در واقع صورت دادن، اون نگاه‌های خاصی که حالا در مکتب کوپنهاگ و تفسیر کوپنهاگی وجود داره. همینطور دیگه بیاید جلو دیگه تا مسئله احتمال در جهان‌های چنگانه که میدانید خب با مکانیک کوانتومی مسئله پارالل یونیورس و جهان‌های چنگانه هم به صورت جدی مطرح شده، تا دیدگاه پنروز و نقش گرانش در فروپاشی، تا در واقع تفسیر مودال و فراسن و تفسیر آماری که خب به تبع تلقی‌های انیشتینی در فلسفه علم و نگاه خاص پوپر وجود داره. اینها رو در فصل چهارم واکاوی خواهیم کرد. اما فصل پنجم اختصاص داره به پیامدهای متافیزیکی مکانیک کوانتومی که خب خیلی برای ما این فصل مهمه، اما لازمش طی این مقدمات و این مراحلی هستش که تا الان در 4 فصل گذشته خدمت شما عرض کردم. ما در فصل پنجم گرانش کوانتومی و مسئله یونیفیکیشن و وحدت رو واکاوی خواهیم کرد. پیوند کوانتوم تئوری با فلسفی آف مایند یا در واقع فلسفه ذهن رو یه قدری راجبش صحبت خواهیم کرد، این که اساساً پانسایکیزم و گشایش هایی که کوانتوم تئوری برای
فهم مایند بادی پرابلم داره، اینها چه چیزهایی هست، مسئله ذهن و بدن که حالا یکی از مسائل مهم فلسفه ذهنه، راجع به آزادی اراده و در واقع گشایش‌های کوانتوم تئوری در فهم آزادی اراده، اون ادعاهایی که حالا وجود داره، راجع به اینها صحبت خواهیم کرد که حالا بالاخره یه قدری باید وارد بحث مسئله فری ویل فلسفه جدید هم بشیم و در این حال خب ببینیم که کوانتوم تئوری و فلسفه کوانتومی برای فهم ادعاها و صورتبندی های حوزه فری ویل در فلسفه معاصر چه نقشی داره. به همین شکل خب بحث سلف رو خواهیم داشت، مسئله خود، اینکه وقتی میگیم من این از منظر مکانیک کوانتومی و امکانات نظریه فلسفه مکانیک کوانتومی چطور قابل تبیین هست. خب راجع به بحث رئالیسم و آنتی رئالیسم و اینکه آیا اساساً ما در یک جهان کامپیوتری و شبیه سازی داریم زندگی میکنیم یا نه، عالم واقع همونطوری که ما به شهود داریم دریافت میکنیم، با شهود تجربی داریم دریافت میکنیم، یه واقعیت مستقل از ذهنه. مسئله امتناع تناقض رو اینجا تو منطق کوانتومی واکاوی خواهیم کرد، خیلی برای ما مهمه و یکی از چالش‌های جدیه که خب وارد شده در منطق، حتی در واقع منطق فازی هم این چالش، منطق چند این چالش به قوت خودش باقیه، چون اساساً مسئله امتناع تناقض یکی از مسائل بنیادین معرفت بشری است و این اگر تحت شعاع قرار بگیره که میبینیم با منطق کوانتومی و فلسفه مکانیک کوانتومی این اتفاق رخ داده، چه اتفاقی برای معرفت ما خواهد افتاد و ما چجوری با چه منطقی دیگه باید جهان رو درک بکنیم، با چه منطقی باید فکرمون رو و در واقع تبیین و تفسیری که برای فهم جهان داریم رو صورت بندی بکنیم. خب به هر حال اینا مباحثی که ما در فصل 5 خواهیم داشت و علاوه بر این خب درسایی که از تاریخ مکانیک کوانتومی، فلسفه مکانیک کوانتومی میتونیم در حوزه فلسفه اون رو دریافت بکنیم و مسائل دیگری که حالا سر جای خودش وقتی رسیدیم با اون مواجه خواهیم بود و فصل 6 یا فصل آخر هم افق فلسفه کوانتومی، اینکه خب هستی شناسی جهان کوانتومی چه مسیری رو داره طی میکنه، یا وقتی داریم از تابع موج داریم صحبت میکنیم، متافیزیک تابع موج چه گشایش هایی رو برای ما به همراه داره. به همین شکل مسئله زمان رو، مسئله گرانش کوانتومی و مسئله اندازه‌گیری رو در کیهان شناسی کوانتومی به بحث خواهیم گذاشت. همه اینایی که دارم عرض میکنم اینا بحث‌های بسیار پیچیده و پرچالشی هست که خیلی هم منابعی شاید شما براش پیدا نکنید، اما در حوزه فلسفه مکانیک کوانتومی پژوهش‌های قابل توجهی روی این انجام شده. متاسفانه تو فضای فارسی زبان که خیلی نباید انتظار اینو داشته باشید که ما یه متن درست حسابی یا یه در واقع درسنامه مناسب برای فلسفه کوانتومی داشته باشیم، لذا خیلی مسائلی که الان شما اینجا دارید ملاحظه میکنید شاید برای کسی که فلسفه علم خوانده یا به طور مشخص خودش رفته روی فلسفه مکانیک کوانتومی هم کار کرده شاید تازگی داشته باشه. از اینها در واقع ابان نداشته باشید، نگران نباشید، در سر جای خودش برسیم ما اونطور که شایسته است خدمت شما عرض خواهیم کرد و در واقع فصل 6 هم با آینده فلسفه کوانتوم و چالش هایی که فلسفه مکانیک کوانتومی داره به پایان خواهد رسید. من سعی کردم که مسائل اساسی حوزه فلسفه مکانیک کوانتومی رو برای شما صورتبندی بکنم در این 6 فصل. نمیدونم چند جلسه طول میکشه. اینها این موضوعاتی که خدمت شما عرض کردم فکر نکنید که هر فصل رو ما توی جلسه میخوایم بگیم یعنی شاید هر کدوم از این موضوعاتی که شما ملاحظه کردید به تنهایی یک جلسه یا شاید بیش از یک جلسه رو در واقع پوشش بده دامنه بحثش. به هر میزانی که کمک بکنه به ما در مسائل اساسی و در مسائل مهم فلسفه مکانیک کوانتومی، من هر کدوم از این موضوعات رو خدمت شما
توضیح خواهم داد، ولو اینکه چند جلسه برای هر کدام از این موضوعات لازم باشه اختصاص بدیم. من در ادامه لازم یه سری منابع هم خدمت شما معرفی بکنم. گرچه مباحث بنده در طول این درس گفتارها محدود به این منابع نیست، اما از این منابع به عنوان منابع پایه بهره گرفتم و خوب میشه که شما هم بتونید این منابع رو تهیه کنید و یه نگاهی بهش بندازید در طول دوره. خب اولین منبعی که در واقع مهمه و من ازش استفاده کردم، به ویژه در اون تلقی‌های تاریخی که نسبت به مسئله علم و فلسفه و منطق داشته، که چطور اینها با طرح چه چالش‌هایی دچار گسست شدن، مثلا منطق کلاسیک از منطق جدید یا فیزیک کلاسیک از فیزیک جدید، اینها رو خوب واکاوی کرده. کتاب کوانتوم فلسفی رونالد اومنس هست که فکر میکنم این کتاب ترجمه هم شده. کتاب خیلی خوب و ارزشمندیه، میتونید از این کتاب استفاده بکنید. مباحث هم مباحث خیلی ساده و روانی هستش که در واقع به شما یه تصویر خوبی از فلسفه کوانتوم میده. یه بار دیگه تکرار میکنم، کوانتوم فلسفی یا فلسفه کوانتومی. منبع دیگری که میخوام خدمت شما معرفی بکنم فلسفی آف فیزیکس کوانتوم تئوری هست، یعنی عنوان اصلیش فلسفی آف فیزیکس هست، ساب تایتلش کوانتوم تئوری هست که آقای تیم مادلین این کتاب رو نوشته. این کتاب هم فکر میکنم ترجمه شده و کتاب خیلی خوب و مهمی هست. منبع بعدی The Philosophy of Quantum Mechanics نوشته مکس جامر هست. این کتاب هم قابل دانلود تو فضای مجازی میتونید دانلود بکنید، کتاب خیلی خوبیه. کتاب بعدی که مایلم خدمت شما معرفی بکنم از کتب زبان اصلی، کوانتوم آنتولوژی A Guide to the Metaphysics of Quantum Mechanics هست که آقای پیتر لوئیس این کتاب رو کار کرده. این هم به راحتی قابل دانلوده، میتونید دانلود بکنید و از مطالب این کتاب هم بهره بگیرید. منبع پنجم The Philosophy of Quantum Mechanics آقای ریچارد هیلی هست که در واقع متن بسیار خوبی داره و جوانب مختلف فلسفه مکانیک کوانتومی رو واکاوی کرده و شما این کتاب رو هم میتونید از مطالبش استفاده بکنید. واقعا مطالب به درد بخوری داره. از منابع فارسی زبان میتونیم به کتاب مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی آقای دکتر علیرضا منصوری اشاره بکنیم که تصویرش رو دارید میبینید. اینم جزو معدود کتابایی که تو حوزه فلسفه مکانیک کوانتومی کار شده و خود آقای علیرضا منصوری هم جزو کسایی که تو حوزه فیزیک و فلسفه به قدر کفایت کار کرده و تبحر داره. از این اثر هم میتونید استفاده بکنید. فکر میکنم جمع‌بندی مباحث رساله دکترای ایشون باشه. من خیلی وقت پیش این کتاب رو دیده بودم. خودش هم داخل کتاب اشاره میکنه که یه سری موضوعاتی بوده که حالا یه مدت در رساله دکترا که در حوزه فلسفه مکانیک کوانتومی با هم مواجه بوده، اینو خب بعداً تبدیل به کتاب کرده و خب بحثایی که تو فضای آکادمیک ما تو حوزه فلسفه علم و اینها در درس فلسفه مکانیک کوانتومی ارائه میشه، صورتبندی مشابه چیزی مشابه همین فهرست همین کتاب و موضوعات همین کتاب داره. حالا نمیدونم این رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی معیار قرار دادن برای بحث‌های فلسفه مکانیک کوانتومیانه و هر شکل شروع و پایان درس‌ها انگار خیلی به متن این کتاب نزدیکه و حالا البته همه اینها میدانیم که یه جورایی وامدار اون صورتبندی و نوع نگاه آقای دکتر گلشنی هستند که خب سالها درس مبانی فلسفه مکانیک کوانتومی رو در دانشگاه شریف و در گروه فلسفه علم ارائه کرده و یه جوری از بنیانگذاران این حوزه در ایران هست. از دیگر منابع فارسی که میتونم بهش اشاره بکنم کتاب فیزیک و فلسفه هست نوشته برنارد اسپانیا، ترجمه آقای رسول رکنی زاده که انشارات ققنوس این کتاب رو بیرون داده. این کتاب خیلی خوبیه به ویژه برای بحثایی که ما میخوایم در حوزه فلسفه و فیزیک داشته باشیم، میتونیم از این کتاب بهره بگیریم. کتاب فلسفه فیزیک دیوید والاس هست که منبع خوبی از این کتاب هم میتونید استفاده بکنید
منبع دیگری که به زبان فارسی وجود داره فراسوی کوانتوم آقای مایکل تالبوت هست که خانم مریم درودیان این کتاب رو ترجمه کرده. این کتاب هم من خیلی وقت پیش خوندم و جزو کتابای در واقع خوبی بود که توضیح فلسفه کوانتوم به من خیلی کمک کرد. اما کتاب خوب آقای جان پوکینگ هور، یعنی کتاب نظریه کوانتوم که ترجمه شده و این کتاب هم از که منابع مورد علاقه من هست و توصیه میکنم که این کتاب هم تهیه کنید و یه نگاهی بهش بندازید. اما در مورد تاریخچه فیزیک کوانتوم میتونم شما رو دعوت کنم به مطالعه کتاب کوانتوم آقای هوفمن که آقای بهرام معلمی کتاب رو ترجمه کرده. کتاب خیلی خوبی هست، میتونید از این کتاب استفاده بکنید. کتاب دنیای کوانتوم نوشته الیسون جورج، ترجمه محمد حسین نیری، هم منبع خوبیه در حوزه تاریخچه و فهم تاریخ مکانیک کوانتومی. اما جهان کوانتومی نوشته برایان کاکس هم که آقای عطاریان این کتاب رو ترجمه کرده میتونه تو این حوزه به ما کمک بکنه. یک کتاب ساده تر هم هست که اینم چون من خودم مطالعه کرده بودم یه جاهایی از مطالبش بهره گرفتم، اینجا به عنوان منبع بهش اشاره میکنم. به این معنا نیستش که یه منبع خیلی معتبر و مهم آکادمیکه، ولی میتونید حالا به ویژه برای شروع بحث‌های تاریخی کوانتوم تئوری از این کتاب استفاده کنید. کتاب داستان شگفت انگیز کوانتوم که آقای شهاب مقدم اگر اشتباه نکنم این کتاب رو کار کرده و میتونید از این کتاب استفاده کنید. بله همونطور که تصویر مشاهده میکنید آقای شهاب مقدم این کتاب رو تهیه کرده. فیزیک از آغاز تا امروز آقای جوادی سالها پیش این کتاب رو جمع‌آوری بیشتر، یعنی جنس محتوایی که داره تو این کتاب جمع‌آوری، بالا سعی کرده از منابع معتبر هم جمع‌آوری بکنه. ضمن اینکه خب وقتی حرف از تاریخ فیزیک داریم میزنیم یه قرائت تقریبا مورد اتفاق نظر وجود داره دیگه، یعنی خیلی نگران منابعش نباشید. من یه جایی دیدم چون تو این کتاب از سایت ها و اینا رفرنس میده پایان هر بخشی که میخواد توضیح بده، اما خیلی متن مقدماتی خوبیه برای فهم تکوین فیزیک و این کتاب هم فکر میکنم من اوایل دهه 90 بود مطالعه کردم، خیلی اون موقع برام جذاب بود و ازش استفاده کردم. اما در حوزه فلسفه منابعی که باید مطالعه بکنید چی ها هست؟ خب کتاب تاریخ فلسفه کابلستون جلد 1 یونان و روم برای ما به ویژه مهمه. تو اون بحثایی که فصل 1 پیش رو خواهیم داشت از این منبع استفاده کردم و شما میتونید مطالعه بکنید و به اجمال با اون تلقی‌های کهن فلسفی در یونان باستان در سرآغاز اون خب آشنا بشید و اون محتواهای اولیه‌ای که لازمه برای ورود به بحث فلسفی داشته باشیم رو اینجا دریافت بکنید. کتاب فلسفه تجربه گرا از لاک تا پوپر نوشته جورج نوواک، ترجمه پرویز بابایی، میتونید از این کتاب هم استفاده بکنید برای فهم فلسفه تجربه گرا که برای ما بسیار مهمه. تکرار میکنم. کتاب از دریدا، مثلا از دکارت تا دریدا هم که آقای پیتر سجویک این کتاب رو نوشته، ترجمه محمد رضا آخوندزاده، کتاب خیلی خوبیه برای فهم در واقع مسیر فلسفه مدرن، خب که از دکارت آغاز میشه و حالا تو این کتاب تا دریدا و بحثایی که دریدا در دوره معاصر داشته این بحثاشو ختم میکنه و ما باید با این مسیر آشنا باشیم. جلد 3 و 4 تاریخ فلسفه آنتونی کنی هم بسیار قابل استفاده است، توصیه میکنم از این کتاب هم استفاده کنید. جلد 9 تاریخ فلسفه غرب که انشارات راتلج اون رو بیرون داده و ترجمه هم شده، انشارات حکمتش رو البته من داشتم، ترجمه خوبی بود، با عنوان فلسفه علم، منطق و ریاضیات در قرن 20. یعنی عنوان جلد 9 این هست که این کتاب هم از منابع دوره خواهد بود در حوزه فلسفه. همطور جلد 10 انتشارات راتلج که با عنوان فلسفه معنا، معرفت و ارزش در قرن 20 ترجمه شده. البته به نظر من کسی که میخواد حوزه فلسفه مکانیک کوانتوم ورود پیدا بکنه باید یه نگاه کلی نسبت به تاریخ فلسفه غرب داشته باشه. حتی قرون وسطا رو نباید از نظر در واقع بندازه، چون جنس بحثایی که در حوزه فلسفه مکانیک کوانتومی داریم ما مطرح میکنیم اینا بیشتر از جنس فلسفه است. لذا شما باید حداقل تاریخ فلسفه رو و تاریخ تکوین اندیشه‌های فلسفی رو باش آشنا باشید. اما در حوزه فلسفه علم و تاریخ علم
منابعی که توصیه میکنم کتاب فلسفه علم در واقع جیمز لیدی من هست از انتشارات حکمت که کتاب خوبیه، برعکس اون چیزی که حالا تصور میشه نسبت به ظاهر موضوعات این کتاب خیلی خوبیه. کتاب آشنایی با فلسفه علم آقای حسین شیخ رضایی و امیر احسان کرباسی زاده که انتشارات هرمس این کتاب رو بیرون داده، یه کار بومیه دیگه، یه کار داخلیه در حوزه فلسفه علم که به نظر من خوب هم پرداخت شده. ضمن اینکه هم آقای شیخ رضایی و هم آقای کرباسی زاده آنگونه که من دور و دور اینها رو میشناسم و باشون آشنام، خب نگاه شایسته‌ای و نگاه دقیقی نسبت به موضوعات فلسفه علم و فلسفه ذهن و موضوعات این چنینی داشتن که خب من از در واقع آثار دیگر این دوستان هم استفاده کردم. کتاب چیستی علم آلن چالمرز رو باید داشته باشید، به نظرم خیلی مهمه که از در واقع متنای پایه و مقدماتی حوزه فلسفه علم هست که انتشارات سمتون رو بیرون داده. کتاب درآمدی بر فلسفه علم پیتر گاتفری اسمیت، ترجمه نواب مقربی هم کتاب خوبیه. منم از این کتاب خیلی استفاده کردم در حوزه مباحث فلسفه علم و بهره‌های زیادی گرفتم. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این کتاب رو منتشر کرده. در حوزه تاریخ علم توصیه میکنم که تاریخ علم کمبریج رو که آقای کالین رونان این کتاب رو نوشته و آقای حسن افشار رو ترجمه کرده، این منبع رو داشته باشید و استفاده کنید. علاوه بر اون تاریخ مختصر علم از ویلیام باینم، ترجمه ماندانا فرهادیان هم کتاب خوبی از انتشارات نی. تاریخ علم پیور روسو هم که معرف حضور هست دیگه، احتمالاً از منابع بسیار مهمه حوزه تاریخ علم. همینطور تاریخ علم دمپیر هم که انتشارات سمت اون رو در واقع بیرون داده، از منابع مهم و معتبر حوزه تاریخ علم هست. اما در حوزه فیزیک کوانتوم که من خیلی اصراری ندارم شما وارد جزئیات ریاضیاتی و فیزیکی این رشته بشید، اما یه جاهایی بالاخره باید راجع به مفاهیم این حوزه از قبل یه سری مطالعاتی داشته باشید که من توضیح میکنم. کتاب فیزیک کوانتوم به زبان ساده آقای آلیستر امرای رو که انتشارات سبزان اگر اشتباه نکنم این کتاب رو منتشر کرده، از این میتونید استفاده کنید. کتاب آشنایی با مکانیک کوانتومی دیوید گریفیس از نشر کتب دانشگاهی هم منبع قابل استفاده ایه. این دیوید گریفیس رو با اون دیوید گریفیس سینما اشتباه نگیرید، احتمالاً دوستانی که سینما خوندن هم بخوان ویدیو درس گفتارهای ما رو ببینن، این دیوید گریفیس اون دیوید گریفیس نیست، این دیوید جی گریفیس است. اون چیزی که حالا در واقع در تاریخ سینما ما در تاریخ سینمای آمریکا به طور مشخص ما می‌بینیم از اون شخصیات شده، اون دیوید وارک گریفیس هست که حالا مبدع منطق تدوین موازی و یه سری در واقع ابداعاتی رو در حوزه سینما داشت در دوره سینمای صامت که خب نام او رو در تاریخ سینما ثبت کرده. این دوتا رو خلاصه با هم اشتباه نگیرید. مکانیک کوانتومی که آقای جیم الخلیلی نوشته از نشر علم، در واقع کتاب خیلی خوبیه. این آقای الخلیلی من چند تا مستند خوب ازش دیدم، استاد فیزیک، ظاهرا تو انگلستان درس خونده، خب کارهای رسانه‌ای هم زیاد انجام داده و این کتاب مکانیک کوانتومی هم نوشته. کتاب خیلی خوبی بود که من دیدم و ازش استفاده کردم. ترجمه هم هست دیگه از نشر علم، میتونید این کتاب رو تهیه کنید. اما اگر قبلا در حوزه فیزیک کوانتومی مطالعه داشتید یا دانشجوی رشته فیزیک هستید، میتونید از کتاب فیزیک کوانتومی استیون گاسیوروویچ هم استفاده بکنید از انتشارات نوپردازان. خب کتابی که یه مقداری جنبه فنی تری داره دیگه، حالا بیشتر به درون دوستانی میخوره که قبلا مطالعه کلیات حداقل فیزیک کوانتومی رو اثر گذروندن. حالا باز هم کتاب میشه معرفی کرد، به ویژه در منابع زبان اصلی کتابای خوب، در زبان انگلیسی کتابای خوبی وجود داره، اما تو حوزه فضای فارسی زبان متاسفانه مثل خیلی از حوزه ها ما با فقر جدی مواجهیم. این منابع پایه است، من خدمت شما معرفی کردم که در طول دوره از بخش‌های مختلف این منابع من استفاده کردم، اما مباحث من به طور کامل محدود به این منابع همونطور که عرض کردم نخواهد بود و خب این منابع پایه و مقدماتی و ابتدایی دیگه، یعنی اینا چیزاییه که بیشتر ما تو فصل اول و دوم شاید
خیلی ازش استفاده کرده باشیم. من البته در ادامه متناسب با هر موضوعی که خدمت شما عرض میکنم از منابع متنوعی استفاده کردم که سر جاش اینا را هم خدمت شما معرفی خواهم کرد. امیدوارم که این جلسه اول، این جلسه مقدماتی رو که همراه بودید براتون یه تصویری از آن چیزی که قرار ما در حوزه فلسفه مکانیک کوانتوم پیش رو داشته باشیم ارائه کرده باشه و من موفق بوده باشم در اینکه توضیحات اولیه رو برای این که اصلا قراره چیکار بکنیم و قراره راجع به چه موضوعاتی صحبت بکنیم این رو تونسته باشم برای شما روشن بکنم. از جلسه بعد دیگه انشالله با آغاز فصل اول وارد موضوعاتی میشیم که در سیلابس درسی خدمت شما معرفی شد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.